چند وقتیه این مدل پای گلدونا خیلی معروف شده. منم که از کانال نجاری خیلی خوشم میاد، پس چرا یه دونشو برای خودم درست نکنم؟ کارمو با اندازه گرفتن گلدونی که دارم و حساب کردن اندازه هایی که برای پای گلدون نیاز داریم شروع کردم. قطر خود گلدونم 22 سانته، ارتفاع گلدونم 21 سانته. پس پایه هامون باید یه عددی به علاوه 18 سانت باشن که جای خوبی روی گلدونمون بگیرن. میریم سراغ چوبش که من این چوب روسیه 3x3 رو از قبل داخل اتاقم داشتم که شاید براتون سوال باشه چرا اینو داشتی؟ این مال یه پروژه دیگه بود که کنسل شد. تصمیم گرفتم گلدون 40 سانت ارتفاع داشته باشه و گفتم که 18 سانت هم روی گلدون بیاد. پس 4 تا 58 سانت نیاز داریم. قطر گلدونم که 22 سانته، پس 2 تا هم 23 سانت نیاز داریم برای کفش که جمعاً 2 متر و 75 سانت چوب میشه که من دارم و برشکاری میکنم. البته فیلم نگرفتم از برشکاری. حالا نیازه روی چوبای کف پایمون 2 تا چاک بندازیم که توی هم فرو برن و سطح صافی رو درست کنن. حالا وقت رنگ کردن چوبمونه با یه رنگ قهوه‌ای فندقی خیلی خوش رنگ که ضد آبم هست و مخصوص چوب طراحی شده و حلالش هم آبه. شروع میکنم به رنگ کردنشون. چند بار این کار رو انجام میدم تا رنگ حسابی به خورد چوب بره و چوبمو کامل آغشته به رنگ کنم. بعد از اینکه رنگش خوش شد، بعد کل اندازه‌گیری و مشخص کردن جا و انتخاب نبشی مناسب و اینجور چیزا، بالاخره شروع کردم به وصل کردن قطعاتمون به هم دیگه. آخرش هم میام و چند تا تیکه نمد و زیرش میچسبونم تا روی کاشیا وقتی میکشیمش صدا نده. اینم از نتیجه کارمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و ساب و فالو کردن یادتون نره و قربان شما. خداحافظ. راستی اینم پروژه بعدیه که قراره درست کنم. حتما اگه دوست دارید ببینید که چیه و چجوری کار میکنه و چجوری درستش میکنم، یادتون نره منو ساب کنید و زنگوله رو بزنید.